رونش و ساق پاش که یکم درشت‌تر بود الان با سلام خدمت دوستان عزیز. این دقیقاً محلیه که انفجار صورت گرفته و گودالی تقریباً به طول یعنی عمق 30 تا 40 متر و شعاع 200 متر در واقع اتفاق افتاده که الان بعدن این دوستان آمدن کارشناسی میکنن. ما هم داریم اینجا یک قسمتی داریم فیلم برداری میکنیم که بفرستیم برای شماها عزیزان. این هم سوله‌ای بوده که در واقع شما از توی تلویزیون مشاهده میکردید. ما الان دقیقا همیت اصلا چیزی به عنوان یعنی شرکت یا محوطه سازی هیچ اصلا خرابه به تمام معنی در واقع. اینجا چند تا از ماشینای یکی از رفیقای همکارم از اصفهان بودن که الان آثاری از ماشین نیست. زنگ زده ما آمدیم اینجا ببینیم آثاری از ماشینش هست که اصلا کلا یه تپه از ضایعات شده در واقع.